بچه این چه پلنیه واسش داره انجام میشه؟ لایت تراپی هستش. باریکلا. دستگاه لایت رو بهتون گفتم چند تا نکته داره واسه گذاشتنش. یکی فاصله دستگاه تا زخم هست، یکی تایم دستگاه هست و یه نکته که از همش مهمتره این هستش که دستگاه باید عمود به زخم بتابه. درست شد؟ اون پرچویی که ما داریم باید دقیقاً عمود به زخم باشه. کاری که انجام میده برامون کنترل عفونت، کنترل ترشحات زخم، تسریع در درمان زخم، آنژیوژنز و در بعضی مواقع استفاده های فیزیوتراپی یا برای بیمارایی که درد دارن کنترل درد. اینجا عفونت و التهاب. این کار دستگاه لایت هستش.